سلام دوستان، امیرحسین از کانال دیجی گیم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز میخوایم با هم دیگه ماینکرافت توی جدیدترین نسخه بازی کنیم، بریم که داشته باشیم. سلام دوستان، امیررضا هم کانال درخت آزیلیا. او مای گاد، امیررضا هم کانال دیجی گیم. خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. اومدیم که ماینکرافت بازی کنیم تو جدیدترین ورژن بازی، یعنی 1.21 و بریم که داشته باشیم. اوکی. آهان بپر پایین. آره این دور مختصاتش واقعا لازم داره. میتونیم یه لاشکی پیدا کنیم. لاشکی یعنی زیرشه، پیدا نمیخواد دیگه. آره دیگه زیرشه. حالا درختشو بکن، سپلینگاشو دراب کنم برامون. یه نشونه ای بذار براش. اوکی دیگه. دراب شد. من اولین مرگشو کردم دراب شد. ببین من چقدر خوش شانسم. 2 تا دراب کرد برات. نایس. اوکی. یادتون باشه که اینستاگرام ما رو فالو کنید. ویدیو جدیدمون همین الان آپلود شد، برید نگاه کنید که خیلی خفنه. ویدیو جدیدمون تو اینستا. اوکی بیبی حرفشو کامل میکنم من. خب ولش کن، این حرفا رو ول کن. قورباغه بریم اسلایم پیدا کنیم بده اینا. آره باید شب بیایم اینجا رو لوت کنیم. لوت که یعنی منظورم اینه که بیایم اینجا گوسفندم هست. همیشه تو سوام خوبه، ولی برای هاردکور سوام اصلا خوب نیست. ویچ توشه، ماپا خیلی بیشتر توش اسپام میشن، اسلایم اسپام میشه و خلاصه دیگه خیلی چیزایی دیگه وجود داره. گلا هم بکنیم، بعدا میذاریم تو گلدون ازش استفاده میکنیم. خب بذاریم من یه دونه چیزی کرافت کنم. باشه نمیخوایمش. موزیک بازی هر ورژن داره رو مختلف میشه. نه اتفاقا من از موزیک این ورژن خوشم میاد، بد نیست. انگار یک 16 پیام دیگری بهش هم اون سیستم قدیمیه، یعنی نگفتم فکر کنم یه سیستم جدید خریدیم که گرافیکش 3060 و 16 گیگ رم داره و این خیلی خوبه دیگه. قرار کانالمون رو بهتر کنیم و به معنای واقعی بهتر کنیم. آره دیگه 1.20 دیگه کدو نشانه ویلیج نباشه. آره من یه بار پیدا کردم اصلا به دردی نخور. کدو هستش. من یه ذره لگم فکر کنم تو ویدیو. بذار ببینم من اگه یه ذره لگم منم برم شیدرمو عوض کنم برگردم. اینا شیدر اتفاقا خیلی شیدر خوبیه. تو نمیخواد عوض کنی؟ تو که اوکی. منم اوکی نیستم. من بذاریم ببینم چند تا دارم FPS بگیرم. 35 تا. خوبه بد نیست. 68 تومن دارم میگیرم. چون نرمال. شاید بپرسی این صدای چیه؟ اگه کسی پرنده داره میدونه این صدای چیه. صدای فنچه. ولی اگه ندارین بدونین که صدای فنچه، صدای پرنده است. لیلیپت به چی درد میخوره واقعا اومده تو چیز. بریم یه ذره سنگ جمع کنیم اینجا. خوبه. کجا رفتی؟ لطفا همه گم نکنیم. من دارم چوب میکنم. چوب بکن چوب خوبه. نه همینجایی بیس بسازیم. نه بابا اینو چیه؟ آهن جمع کنیم بعد این فراغ کوچولو بگیریم. نه فعلا. حالا سوامپ زیاد تو بازی هست. اگه این شیدر رو میخواید اسمش بیبی ونیلاه که واقعا شیدر خوبیه و لگ نمیکنه سیستم آدمو. میدونید چی میگم؟ شاید سیستمتون مثلا شیدر رو نکشه. بر من همین الان مثلا کامپلیت ترین شیدر انداخته بودم نمیکشید درست حسابی، یعنی یه ذره تو ویدیو لگ بود. به خاطر همین شیدر رو عوض کردم و این شیدر واقعا خوبیه، پرفورمنس خوبی هم بهتون ارائه میده. حالا دیگه ویوامو خیلی کمه. آره مثلا یه ماه پیش یه ویدیو گذاشتیم کلا 5 تا ویو خوردیم. اوکی بیل ایتس اوکی. میدونم کار اشتباهیه. اگه طرفدار بدوارز هستید تو کامنت ها برامون بنویسید که چه سبک ویدیو خوشتون میاد. مثلا از هاردکور خوشتون میاد، عجب قار نیست ولی میتونیم کولمون رو توی اینجا. بابا نرو تو قار، بابا نرو تو رو خدا. همین الان یه ویدیوی دیگه داشتیم میگرفتیم، همین الان توی هاردکور دیگه مرد. باورتون میشه؟ چند تا پشم داشت؟ 2 تا. منم هیچ.
وای بدبخت شدیم. یه دونه گوسفند. یس کاور کاور. دوستان یادتون نره که حتما چنل ما رو فالو کنید. چنلمون رو فالو نمی‌کنید. چنل رو سابسکرایب کنید و حتما بریم به اینستا یه سر بزنید، چون آموزش‌ها و ترفندای واقعا خفنی که به دردتون میخوره توش گذاشتیم. برین حتما نگاه کنید و فالوش کنید. خیلی ای بابا کاش که رنگ این گوسفنده رو عوض میکردم اول. بعدش الان هر ثانیه ممکنه من بیافتم پایین و بمیرم. او مای گاد اونجا گوسفند هست و تنها میخوام داخل چیکار کنم؟ داخل یک عدد قار خانه‌ام را تو بساز یه چیز، یه جای نقلی کوچولو بساز فعلا به عنوان بیس معمولی. اوکی قورباغه هم اونجا هست. قورباغه بیای مختصاتی که من بهت میگم. وایسا من یه دقیقه اینجا گوسفند دیدم. یه دونه گوسفند بکشم. من 654 117. اوکی اینجا یه ذره خوک و گوسفند و این چیزا دیدم بکشم. حالا به این نکته دقت کردین که دمیج یه دونه استون پیککس بیشتر از یه دونه ندرایت سوارده. یعنی ندرایت سوارد اتک دمیجش 8 ولی تبر استون اتک دمیجش 9. درسته حالا میگین خب چه درد میخوره، سواب نمیتونیم باش بکنین، ولی برای اول بازی واقعا به کارتون میادین. ترفندی که الان بهتون گفتم. نه نمیکرد. خب اوکی چند تا تو پشم داری؟ 654 150. بس ببینم یه دونه گوسفند دیگه اینجا بود. منفی 654 118. منفی 654 118. 117. اوکی شاید الان بگم چرا صداتون دیگه یه ذره مثلا عقب جلو نیست، چون قبلا داشتیم با اسپیکر گوشیمون میگرفتیم و الان داریم با اسپیکر هدفونمون میگیریم و این خیلی واقعا بهتر. یه بار دیگه مختصات میدی؟ منفی 650. چقدر نزدیکم. خیلی نزدیکم. اوکی 117 ها. مطمئنی نزدیکی؟ اوکی وایسی یه ذره اینجوری خودمون بسازیم برای خودمون. الان درست بذاریم اینجوری باید بریم. 600 و چند ای بابا دوباره 650. 650. اوکی رسیدم الان میرسم. یه ذره یه 2 دقیقه فکر کنم تو راه هم ولیش میرسم. تایم لپس نه علاقه به تایم لپس گذاشتن تو این سری ندارم. البته تایم لپس لازمه، مثلا تو ساخته یه سری فرما لازمه. دوستان برای ویدیوهای بعدی حتما ما از برنامه ریکوردی که برای ماینکرافته استفاده میکنیم. شاید هم استفاده نکنیم، اینو دارم میگم که حالا برای یه سری از ویدیوهایی که مثلا بخوایم فارم بسازیم و اینا لازمه اون برنامهش، اون مودش، نمیدونم واقعا اسم مودش رو یادم نمیاد، ولی ریکورد میکرد دیگه از ماینکرافت. اوکی خب 600 و ای بابا منم 500. بذار این گوسفنده رو حالا بکشم ضرر نمیکنه. آزیدیو دوباره رو درخت در نمیاد فکر کنم. یه بار امتحان کرد. یا دیگه کجایی؟ حالا یه اپل بخوریم و رو بیفتیم برای چوب جمع کردن برای دیزاین خانه. کدوم خونه دقیقا؟ خونه داری الان؟ بله آره دوبار خانه زیبا، یک خانه قشنگ. و کلام 15 دقیقه بشه، یعنی بالاتر نمیشه. حالا شاید هم بالاتر شد ولی آپلودش سخته. ولی یه برنامه ریختیم که حجم کم میکنه ولی واقعا خیلی پرفورمنس خیلی خوبی و کوالیتی خیلی خوبی به آدم ارائه میده. 650 بابا چرا بی خیال من چرا نمیرسم؟ یه ماب میبینم وسط راه، ماب که نه. 650 130 117 130 هم بیام کفایت میکنه. چرا دور شدی؟ تا برادرم برسه کات. نه کات چیز خوب نیست. تا برادرم برسه جمع کردن چوبه.
و تایم لپس. اوکی، خیلی چوب جمع کردم، تقریبا 2 استک جمع کردم و متاسفانه الان تو نمیتونی بخوابی. چیکار کنیم؟ منم شبانه نمیتونم بیام خونه. دوستان ویدیو کات میشه تا صبح بشه. الکی دیگه کات نمیشه. یا اول فصل واقعا خیلی طول میکشه. چیکار کنیم؟ یا خونه دیگه. نمیتونم. من جلوم کریپر دیدم. باورت میشه کریپر. بذارم یه شیدرمو بردارم اینجا ذره روشن شه برام. بذاریم ببینم هیچی هم ندارم. خب بذاریم همینجوری میکنم میام سمت بردارم. در خانه هم بذارم. من باید تایم لپس 100% اینجا رو بذارم چون باید بکنم. من دارم میکنم و باید حتما تایم لپس بذاریم. اوکی. خب دوستان من کلی کندم و هنوز نرسیدم. برای این پارت فکر کنم بس باشه. 13 یا 14 دقیقه شده. 13 14 دقیقه. بله 14 دقیقه و 15 ثانیه الان بود و بله بریم دیگه خداحافظی کنیم. خب دوستان به آخر این پارت رسیدیم. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردیم. لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوهای بعدی خداحافظ.